حقایق پیشنهاد نامزدی ستاره هاشمی برای مهراج وفا افشا شده است. ستاره هاشمی کیست و چرا برای مهراج وفا پیشنهاد نامزدی داده است؟ مهراج وفا اکنون کجاست و جواب مهراج وفا برای ستاره هاشمی چی بوده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. ستاره هاشمی هنرمند جوان و کاملا تازه کار در هنر موسیقی افغانستان می باشد. ستاره در اصل تابعیت کشور کانادا را دارد. وی در اوایل نیمه چهره خود را با صدایش در تیک تاک می گذاشت و آهنگهای احمد ظاهر را زمزمه می کرد. بعد از آن که ستاره هاشمی تشویق فراوانی از طرف مردم و خانواده شد، وی به یک بارگی خواست چندین آهنگ ثبت کند و در تلویزیون جهانی EMC نشر شود. مهراج وفا و ستاره هاشمی همدیگر خود را در کشور ازبکستان ملاقات کردند و دو آهنگ دوگانه با همدیگر ثبت کردند. رفتار جالب مهراج وفا با ستاره هاشمی سرخط رسانه‌های اجتماعی شده است، از جمله تیک تاک و اینستاگرام. در این روزها خبرهایی در این صفحات مجازی نشر شده است که ستاره هاشمی پیشنهاد ازدواج برای مهراج وفا داده است، ولی مهراج وفا تا کنون جوابی برای ستاره هاشمی نداده است. مهراج در کشور ایران زندگی می کند و در آنجا هم به محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند و آهنگ‌های جدید برای علاقمندانش ثبت کرده است. ولی تا کنون درباره حقیقت این موضوع ستاره هاشمی در صفحات مجازی خود چیزی بیان نکرده است. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.